نماز سنت را در خانه یا مسجد هر جا بخوانی کدام اشکالی نداره، درست است. سنتی رواتب یعنی سنت هایی که در وقت نمازها خوانده میشه با وقت نمازهای فرضی تعلق میگیره و یا نوافل عام دیگری. البته سنتی مؤکده یعنی سنت رواتب را در خانه انسان بخوانه بهتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید فإن افضل صلاة المرء في بیته الا المکتوبه، یعنی بهترین نماز مرد در خانهش می باشه مگر نماز فرضی. بجز نماز فرضی دیگر نمازهای نفلی را انسان در خانه بخوانه و در حدیث دیگری می فرمایند که خانه ها را قبرستان نسازید و در خانه ها نماز بخوانید. پس سنت فجر یا سنت های دیگری، سنت های مؤکده را انسان در خانه بخوانه بهتر. و باز در مسجد رفت وقت بود تحیه مسجد میخوانه. برادر دیگری گفتن که ما در جای کار میکنیم و وقتی نمازها میشه در وقت نماز عصر یا بعضی نمازهای دیگری اجازه نمیده که نماز بخوانیم و کار مانع نماز میشه. برادر محترم، هر کاری که مانع نماز میشه، مانع روزه فرضی میشه، مانع هر ادای واجبی میشه، انسان باید او کار را حتمی ترک کنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که از الله تعالی میترسه الله تعالی راهی بیرون رفت از اون مشکل برش پیدا میکنه و مشکل از سرش دور میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و رزق و روزی برش از جای آماده میکنه و میدهد که اصلا این گمان نداره که از اونجا با من رزق بیاید. هر کسی که به خاطر خدا کاری را ترک میکنه و عملی را میگذاره برای الله تعالی عوض خوبتری برش میده. برای برادر درست نیست که دی تو جا کار خود ادامه بده، کار ترک کنه، تلاشی کار دیگری را بکنه ولو که تنخواه از او و مزدی از او هم کم بوده باشه.